بینندگان و شنوندگان عزیز، سلام. امروز 3 تیر ماه سال 1404، روزی که فکر میکردم در صلح و آرامش قراره کنار دوستان بگذرونم و تولدم رو دعوتشون کنم خونمون، اما برخلاف آنچه که فکر میکردیم جنگ شد و دوستام که خوابگاهی بودن رفتن شهرشون. فقط 2 تا از دوستان موندن. یکیشون کارش یکم طول کشیده بوده که امروز داره میره، یعنی دانشگاه ها رو تعطیل کردن و دانشگاهی هست هم مستثنا از این قضیه نیست، هرچند که سعی بر این داشتن که امتحاناتشون رو تموم کنن، اما بنا به درخواست هایی که از بالا رسید گفتن که امتحانات موکول بشه به شهریور ماه و امید است که تا شهریور ماه این وضعیت ایران سامان پیدا بکنه. الان یکی از دوستان مونده که کارمون با همه و در واقع یزد ساکنه، ولی اصلا بلد نیست لهجه یزدی صحبت بکنه به خاطر اینکه کلا در خانواده هم اینطوری صحبت میکنن، معیار صحبت میکنن، صحبت یزدی نمیکنه و فکر میکنم که شیطونی کرده باشه و برای من تولد گرفته باشه. البته من ناراحت نمیشم از این موضوع، اما اینکه توی این شرایط بخواد از این کنه و زحمت بکشه و تنهایی اصلا خدا رو خوش نمیاد و راضی نبودم. یعنی مثلا هیچ تدارک مهمونی هم ندیده بودم و بعد از اینکه این قضایی پیش اومد فکر میکنم این اولین روزیه که من اومدم دانشگاه. بله، بریم ببینیم چی میشه دیگه، اصلا شرایط چه پیش میرود. و یک چیز جالب این که کسایی که اصلا فکرشو نمی کردم یادشون باشه یادشونه و کسایی که فکر میکردم یادشون باشه یادشون نبود. تا الان که ساعت 12 خورده‌ای هست که هنوز بهم چیزی تبریک نگفتن، اما واقعا توی این شرایط جنگی من پرتوقع از هیچ کی توقع ندارم و انشالله که خیر باشه برای همه. این پارکینگ دانشگاه، تقریبا به ساختمون رسیدم، اونجا در گرانیتی دانشگاه اگه مشخص باشه و بریم ببینیم چی میشه. رسیدم پیش دوستان، فیلم میگیرم. خب همونطوری که حدس زدم و اومدم توی آزمایشگاه، البته اینو حدس نزده بودم، اومدیم یکم با فاطمه دوستم صحبت کردیم، الان بهتون نشونش میدم. بعدش در مورد شرایط زیبای کشورمون صحبت کردیم، در مورد شرایط زیبای اینترنت ها صحبت کردیم، جای همه اونایی که نیستن خالی. و بعدش من رو با یک اتفاقی مواجه کردم، برام کادو خریدن، واقعا نباید میخریدن، من هیچ توقعی نداشتم. من ببخشید اینو آنباکس کنم بله، یک اتکلون زحمت کشیدن خریدن، با چه شرایطی هم مثل اینکه خیلی سختی کشیدن، حالا باش مصاحبه میکنیم برام روان نویس چیری خریدن که باش پایان نامه‌مو بنویسم چون نمی‌نویسم. بعد دیگه همین دیگه، یه کیک برام گرفته بودن که من آرزو کردم که مردم ایران همشون نجات پیدا کنن و با اجازهتون دوستان رو من نشون میدم. این برادرمو فرار کرد. بعد ما یه برادرم اینجا داریم، ایشون فاطمه خانم هستن. سلام علیکم. بفرمایید که چه سختی هایی کشیدید. ما دیشب در گرمای 49 درجه و هوای عالی بسیار دلپذیری است اومدیم دنبال آقای احسانی اصل اصفهانی. نمیذار نشونش بدم، خیلی سلبریتیه. عکسشو بعد پین میکنیم. خب تگ میکنم اون پایین. بعد دیگه هیچ دیگه تورا 3-4 بار ماشین خاموش کرد و دلیلش این بود که کولر خراب بود، نباید کولر روشن میکردم. بعدم فهمیدم بله من مشکل دارم. بعد دیگه گفتم پدر لطفاً که ماشین رو درست کنید. خلاصه ما با سختی‌های فراوان به مغازه مد نظر رسیدیم. با کیا؟ خانم اسقریان، آقای میرجلیلی که متشکرم. آپاندیسشون عمل کرد و من نتونستم برم دیدنیش. بعد دیگه قرار بود بیان دوستان امروز، ولی متاسفانه کارشون طول کشید.
و این شد از تولد ما و تولد وی برسید. آره اسفانی رو عجیب شده. آزمایش کن. میتونم از دور داشته باشم بهتون. عکسش رو فیلم میکنیم. توی یکی هم نمیده توی یکی هم فیلم هم بوده ولی خب دیگه. آها کیکم رو نشون ندادم. زحمت کشیدم کیکم برام خریدم و حالا دیگه احسانی در اون اینم کیکی که برام خریدن، دستشون هم درد نکنه. فاطمه این دومی کیکیه که داره واسه من میخره. اینقدر که من به شیرینی بده کنم نمیدونم ایشالله عروسی جبران کنم و ایشالله دفاعت ایشالله زودتر از همه تز دکترات بعد دفاع کنم. ایشالله شرایط از اینی که هست خیلی عالی تر که حالا که عالی که نیست که عالی تر بشه ولی درست بشه. اینم چای سازمونه و my lovely laboratory. متولد عزیز لطفا کیکتون رو ببرید. چکرم. بفرمایید. ایشالله که سمپل رو سرویس کرد. سلامی مجدد. امروز 4/4/4 هست و من دلم نیومد که امروز توی ولاگ تولدم ازش یاد نشه، کما اینکه دیروز آتش بس شد و انشالله که البته کاملا، ولی خب فعلا جنگ متوقف شده و دیدم که شاید خبر خوشحالی باشه. بعد اینکه خانواده تازه برای من یک کیک خریدن، چون که همون جوری که دیدین کیک قبلی رو دوستام زحمت کشیده بودن و از اونجایی که یزدی ها شیرینی خیلی دوست دارن بنده استقبال کردم. این کیک کاکائویی با مغزه که من عاشق این مدلم با طرح نوتلاست. حالا بهتون نشونش میدم. خانواده معمولا همیشه کادوشون اینجوریه که مثلا یه تدارکی میبینیم که کنار هم یک غذای خاصی رو بخوریم. حالا معمولا هم شامه ولی من این سری پیشنهاد نهار رو داده بودم و نهار هم من یک مدتی خیلی رعایت کردم واسه اینکه سبک زندگی درستی داشته باشم. شیرینیجات و اینا رو خیلی کم می‌خورم ولی عاشق شیرین پلو هم. نمیدونم تو شهرهای دیگه چقدر استفاده میکنن و اینا، بعضی‌ها مثلا دوست ندارن ولی ما شیرین پلویی که داریم با در واقع مغز پسته و بادوم و پوست پرتقال شیرین شده است که با حالا خاک قند یا در واقع همون شکر با برنج دم میذارن اینو. حتی شاید برای بعضیا خیلی اینجوری باشه ولی ما خیلی دوستش داریم خانواده ما، یعنی حتی توی ازم بعضیا دوست نمیدارن. اینو با کباب معمولا میخورم ولی من باز چون جوجه ایم اینو با جوجه خوردم. کلا همه آداب و رسوم ها رو شکستم و امشب داریم میریم که این کیک رو بخوریم و دلم میخواد که آرزو کنم. اونجا پیش دوستان بودم، زحمت کشیده بودن، یه شرایطی هم بود که باید سریع میرفتیم، خیلی نشد آرزو کردن فیلم بگیرم، اما میخوام این فیلم بمونه به یادگار برای نسل‌های آینده و برای آینده خودم که بدونم که تولد در شرایط آتش بس چه طعمی داشت. درسته که آتش بسته ولی همین که یک کوچولو حالت امنیت به شهرم و کشورم برگشته و هر روز شاهد اخبار بد نیستیم، خدا شکر میکنم. سلام، من رسیدم خونه. قبل از اینکه این کیک رو ترتیبش رو بدیم آوردم اینجا که ازش فیلمی داشته باشم و همونجوری که میبینید با طرح نوتلاس شمعم کرد شد چون که هوا بسیار گرمه و منم اینو آوردم که باهاش فیلم بگیرم. قبل از اینکه اون کیک رو کنار هم دیگه آرزو کنیم و فوتش کنم یادم اومد که من یه هدیه دیگه هم گرفته بودم و یادم رفته بود که اونو نشون بدم. حالا به هر حال چون که توی ولاگم نشون دادم، یک
عکس خیلی خوشگل و جذاب هدیه گرفتم. دکوریتوره اما بسیار زیباست و اینکه میدونستن که من عاشق وایولینم خیلی جذاب بود و اینکه یک نفر یادش باشه که تولد تو کیه به شدت ارزشمند و گرانبهاست. میخواستم که این فاصله آرزو کنم برای شرایط بهتر ایران، برای خوشحالی مردم ایران، برای اینکه پایان نامه رو شروع کنم به نوشتن با در واقع یک حال خوب و خوب بنویسمش، برای اینکه بتونم عادتهای جدیدی که مدتها بوده دنبال ایجادشون بودم و دنبال یک بهونه میگشتم. خب چی قشنگتر از تاریخ 4/4/4 و چی قشنگتر از این که تولدمه و یک اسمسی برام اومده بود که در واقع 25مین بهار زندگی من شروع شد و 24 ساله من تمام. در واقع اگر که عدد می بود اینجا باید که 24 رو میذاشتم. خوشحالم از اینکه سالی که گذشت با تمام سختی هایی که برام داشت، با تمام ناامیدی ها، گریه ها، تنهایی کشیدن هایی که برام داشت، اما بسیار بسیار ملیکا رو رشد داد و بزرگش کرد. الان که برمیگردم و به اون موقع نگاه میکنم اینطوریم که هر چیزی که شده به نفع من بوده و من باید رشد میکردم. هر کاری که کردم رو بهونه نیار دیگه ملیکا، انجامش دادی. بالاخره اگر که 1000 بار دیگه هم تو فرصت میداشتی تو اون موقعیت اون کار رو انجام میدادی. از الان به بعد سعی کن با این تفکر و آگاهی که به دست آوردی کاری نکنی که مثلا بخواد برات پشیمونی به بار بیاره. هرچند که اگر درد و مشکلی در مسیر ما قرار میگیره میخواد ما رو رشد بده و تا زمانی که ما رشد نکنیم و لول اپ نکنیم اون دوباره داره واسه ما تکرار میشه. من اینو با گوشت و پوست و استخونم احساسش کردم. دوستتون دارم، ممنون که کنار من بودید توی این ولاگ و امیدوارم همه این آرزوهای خوب، به قول آقای خواجه امیری میگه که هرچی آرزوی خوبه مال تو، به سمت شما هم بیاد. به امید برآورده شدن همه آرزوها. دوستتون دارم. خدا جونم.